واقعیتش پارسال انقدر، یعنی سال پارسال که منظور که 2 سال پیش، یعنی سال اولی که من دیگه بعد گذشته بود، من بعد اینکه لیگ تموم شد اصلا جای سفری نرفتم و بعد یه هفته استراحت که حالا در کنار خانواده‌ام بشم اصلا شروع کردم تمرینامو، یعنی حالا به صورت حالا با رفقا اینا. بعد من تقریبا یه 10 روز بعد اینکه آقای اسکوچ اعلام کرد با من سرمربی، من 10 روز زودتر از بقیه اومدم تبریز. ولی خب خدا رو شکر میکنم که امسال اونجوری شد که خودم میخواستم، اونجوری شد که همه دوست داشتن. دقیقاً میگم همون روز اول هتل بود که من با آقای اسکوچ صحبت می‌کردم، ایشون اومد بهم گفتش که آره پارسال چند تا گل زدی؟ گفتم 3 تا آره فلان. بعد گفت چند تا پاس گل دادی؟ گفتم 3 تا. گفت فنکار خوب کردی فلان. بعد گفتش که امسال 20 تا گل بزنیم. من نگاش کردم، بعد گفتم 20 تا. گفت آره 20 تا گل بزنیم. گفت من نمیدونم. بعد از روز اولی که شروع کردیم تمرین، من همه گل می‌زدم میومدم سر تمرین، ایشون میشمرد. و به نظرم یکی از خوبیایی که امسال واسه ما داشت، یکی از دلایل موفقیت ما این بود که آقای اسکوچ میدونست که چه بازیکن یا کجا بازی بده.